به نظر شما از نظر مردها خانم‌ها چه ایرادات و مشکلاتی دارن؟ اینه که خانم‌ها خیلی ولخرجن، خیلی کلاً فضای خونه خیلی دوست دارم بمونن. یعنی اینا رو شنیدی؟ آره، اینکه مثلا دوست دارم فقط مصرف کننده باشن، یه همچین چیزیه. یکی اینه، یکی غر زدنه. خیلی غر میزنه. یه غر زدنه که از نظر من غر زدن نیستش واقعا، چون یه موقعی هستش که زن نیاز به توجه داره، نیاز به صحبت کردن داره و خب در ادامهش وقتی که دیده نمیشه، توجه نمیشه، تبدیل میشه به همون قره که از دید آقایون این میتونه ایراد باشه. از نظر پسرها دخترها چه ایراد و اشکالاتی دارن؟ دنبال تیغ زدنن، ولی به نظر من اینطوری نیستش اصلا. خب چرا این فکر رو میکنن؟ خیلی فرق کرده، به خاطر اینکه حالا بخوام دور و بریای خودم رو نگاه کنم، اکثرا حالا هدف دارن، کار میکنن، مستقلن. واقعا این شکلی نیستش که پس ذهنشون بخوام بگن که فقط بریم جیب طرف مقابل رو تیغ بزنیم. واقعا این شکلی نیستش. از نظر پسر چیزی که من میشنوم میگن که همه دخترها الان بیشتر علاوه مالی سمت پسر رو میرن، یعنی به خاطر پول بیشتر اوکی، یعنی که بیان توی رابطه یا حالا یعنی مادیگرا شدن دخترها. دخترها یه دیدگاه بدی که دارن بهشون وقتی این لباس رو نپوش فکر می‌کنن چی داره و وقتی این لباس رو میپوشن بیشتر پسر تیکه میندازن، فکر می‌کنن مثلا چه لباس شاخیه، چیکار کرده. خورقروان طبقاتشون زیاده، تا وقتی پول نخواه خوبن، پول بخواه خوب نیستن. اصلا آقایون دوست دارن خانم‌ها زیاد صحبت نکنن. به نسبت درسته که الان خیلی از خانم‌ها مستقل هستن و تا حدودی به نسبت به قبل از شرایط اقتصادی اجتماعی مشکلاتی که تو جامعه هست تقریبا با خبرم، ولی خب نه به اندازه‌ای که آقایون درگیر این مسائل هستن. آقایون انتظار صبر بیشتر و توقع مسئله تو هر زمینه‌ای، صبر بیشتر و توقعاتشون رو انتظار دارن که خانم‌ها پایین بیارن، ولی خب به هر حال شاید بخشی از خانم‌ها به این درک و نتیجه رسیدن، به این سطح از آگاهی رسیدن، ولی خب خیلی از خانم‌هامون هم حالا با توجه به اینکه اطلاعات و آگاهیشون هنوز به اون درجه نرسیده نتونستن این قضیه رو درک کنن و توقعاتشون، اون چیزایی که می‌بینن و باور کردن از ظاهر زندگی و شرایط آدمای دیگه. مرسی عزیزم. زنده باشید. مرسی، متشکرم.